به همه شما عزیزان. من نوید محمدزاده هستم، یکی دیگه از کردهای کرمانج خطه زیبای خراسان شمالی. ما جمعی از اعضای کنگره اقوام ملیگرای ایران اینجا در خدمت شما عزیزان هستیم تا بهتون بگیم که تمام ایران، از بلوچستان تا آذربایجان، از مازندران تا خوزستان، از خراسان شمالی تا کردستان، همه ما خواهان ایران یک پارچه هستیم. به تبلیغات این رژیم در حال سرنگونی توجه نکنید. کردها به عنوان نمونه همیشه سعی کردن تمام ایران یک پارچه نگه دارن و ما همچنان این کار را ادامه خواهیم داد. کنگره اقوام ملیگرای ایران با هزاران عضو در حال هماهنگی بین اقوام هست تا ایران همیشه یک پارچه بموند و به هیچ وجه فریب تبلیغات مزدوران جمهوری اسلامی را نخورید، چرا که کردها، ترکها، آذریها، بلوچها، هموطنان عرب خوزستان، همه ماها هزاران سال است که حافظ ایران بودیم و این را همچنان ادامه میدیم. من یک دو کلمه هم به کرمانجی میگم. سلام و درود هم شهریان عزیز خراسان، مخصوصا بجنور، شیروان، کوچان، سبزوارز، فلاین، 3 میلیون کرمانج لوه های کس خبر خاطنه و هموطنان عزیز نشان داد که ل 18 و 19 دیما و جان فدا کردن صدها نفر ل بجنور، شیروان و کوچان، فلاین، فاروج، حتی جکل نمه و مزدوران ها شهید کردن، جان فدا کردن، ولی هم کوتانه نه. همت کن، تلاش کن تا وی رژیم ها سرنگون کن که تا ناته خلق نه دنیا زندگی کن. این حکومت زندگی را از ما گرفته و ما هم دیگه کمک میکنیم تا زندگی و آزادی و سلامتی را به کشور عزیزمون برگردیم. پاینده ایران.